سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ خوش اومدید به پارت دوم از ماینکرافت هاردکور. حالتون چطوره؟ بچه تو این ویدیو اومدیم با پارت بعدی از ماینکرافت هاردکور. تو این پارت قراره بریم که دنبال ویلیج، چون به ویلیجر احتیاج داریم و قراره خونه رو تکمیل کنیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، حتما سابسکرایب کنید. ما هر روز داخل آپارات هم استریم میذاریم، حتما استریمامون اگر خواستید میتونید تشریف بیارید و همینطور هم داخل یوتیوب احتمالا ویدیو میذاریم، پس حتما ویدیوهامون رو نگاه کنید، زنگوله رو هم بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتیم با خبر بشید. دمتون گرم. بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه ها، خواستم بگم که ما بعد از گذاشتن اولین ویدیو 2 نفر سابسکرایبمون کردن که اولین نفر کیم مستر آقای کیم مستر بود. حالا دقیق یادم نمیاد آیا کیم مستر 54 بود یا کیم مستر خالی بود، ولی آقای کیم مستر ما رو سابسکرایب کردن، دمشون گرم. و نفر بعدی هم بردیا بی خط فاصله وایتی بودن. دم هر دوتون گرم بابت اینکه کانال ما رو دنبال کردی. بچه هر کس دیگه هم که کانال ما رو دنبال کنه اسمش اینجا نوشته میشه. فعلا چیه؟ بریم سراغ ادامه ویدیو. خب چقدر اینجا شوگرکین هست. شوگرکین هم برمیداریم که ببریم خونه. شاید ویلیج بالاخره ویلیج. یس ویلیج پیدا کردم. داشتیم شوگرکین میکندیم، ویلیج پیدا کردیم. چون وسایلم کمه ولی خب. و یا خدا یا خدا یا حسن یا علی یا حسین یا حسن یا علی یا حسین یا حسن یا علی. داداش های من تو رو زدم. ایوزی من تو رو زدم بابا، بیاد. براش مهم نبود. پیرکمونم نیاوردیم آخه، با چی بزنم من اینو؟
و بالاخره بعد از کلی روز، چند روز بزنیم F3 رو، البته اینجا زده، بعد از 28 روز ساخت 2 تا فرم و کلی AFK کردن بالاخره بزن بریم که فول دایمند بالاخره میخوایم فول دایمند چیم. فرستادیم اینجا، اینا رو وا کنیم که بریم تو، اینا رو ببندیم بکنم. خب بعد با امرالدایی که داریم بابا آیر پروتکشن که به درد نمیخوره. بعدش آن برکینگ دو تا میخواییم که بزنیم رو هم دیگه که لول اپ شه. آن برکینگ 3 پروتکشن 2 این از این و بالاخره فول دایمند شدیم. بالاخره فول دایمند هورا. خب وسایل شمشیر و تبر رو از قبل دارم، تو بودی میفروختی؟ نه. و میایم اینجا از این بیل و کلنگ رو خریداری میکنیم. بیل کلنگ تمومه دیگه، فول دایمند. و خب با دیگه بالاخره وقت ندر شده، بزن بریم که ندر رو باز کنیم. برای اولین بار بریم تو ندر، بزن بریم تو ندر. Let's go. Joining loading train. Oh my god. Oh my god. یا خدا لگ، یا علی لگ. داداش تو پرتگاه اسپان شدی؟ جا بهتر نبود ما رو اسپان کنی آخه؟ چه کنیم دیگر؟ بابا لول و کوارتز و دیگه میتونیم فارم شوگرکین بسازیم. بچه همینجوری بریم این بری. بچه ممنون که این پورت رو تماشا کردید، از همتون ممنونم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، حتما. و خواستم بگم که اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، ویدیو رو کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. بچه منتظر پارت بعدی هم باشید، پارت قبلم نگاه کنید. داخل این پارت ما فول دایمند شدیم و ندر رو باز کردیم. دارید خب داخل این پارت ما فارم آیرون ساختیم، استرینگ دوپر ساختیم، این مزرعه کوچولو ساختیم، ویلیجر بریدره، البته اتوماتیک نیست ولی خب ویلیجر داریم توش ساختیم. رفتیم ندر و ندر رو هم رفتیم و تو این پارت خیلی کارهای زیادی انجام دادیم و آره دیگه. دمتون گرم بابت اینکه ویدیو رو دیدید. خداحافظ.